خونه‌شمای واقعی در دنیا. خونه‌شما فقط مخصوص فیلم و داستانا نیستن، بلکه تو دنیای واقعی هم وجود دارن. سندروم رنفیلد یا بیماری خونه‌شامی یه بیماری نادره که باعث میشه مبتلایان به اون میل زیادی به خوردن خون در خودشون احساس کنن. اسم این سندروم از شخصیت رنفیلد در رمان دراکولا برگرفته شده. این سندروم 3 مرحله داره. مرحله اول فرد خون خودشو مینوشه که اغلب برای این کار خودشو زخمی میکنه. توی مرحله دوم شامل خوردن حیوانات زنده یا نوشیدن خون اونها میشه. گرفتن خون از قصابی‌ها و کشتارگاه هم شامل این مرحله هست. مرحله سوم که همون مرحله خونه‌شامی حقیقیه، توی این مرحله توجه فرد مبتلا به انسان‌های دیگه معطوف میشه. به همین خاطر از بیمارستان‌ها یا بانک‌های خون دزدی میکنن. و حتی حالت وحشتناکترش اینه که برخی از مبتلایان بعد ورود به این مرحله دست به جنایات وحشتناکی از جمله قتل میزنن. مبتلایان به این بیماری عموماً باور دارن که مصرف خون به اونها نوعی قدرت یا توانایی خاص میبخشه. عمده مبتلایان به سندروم رنفیلد مرد هستن. روانشناسا بیماری خونه‌شامی رو نوعی پیچیده‌ای از اسکیزوفرنی یا حالتی از انحرافات جنسی میدونن. یک مثال واقعی از زوجی که از سندروم رنفیلد رنج میبرن. لوگان 32 ساله و همسرش دالی 31 ساله زوجی هستن که هر دو این سندروم رو دارن. این زوج دوستی به نام ایلاونا دارن که در ماه 1 یا 2 بار در مراسم خونه‌شامی اونها شرکت میکنه. توی این مراسم لوگان و دالی دندونهای مخصوصی قرار میدن در دهانشون تا بتونن قسمتی از گردن دوستشون رو زخمی کنن و بعد بتونن ازش خون بنوشن. تو سندروم رنفیلد مبتلایان میل زیادی به خوردن خون دارن و حتی برخی از اونها اگه خون نخورن احساس بیماری و ضعیف شدن میکنن و به صورت جدی بدنشون نیاز به خون پیدا میکنه. اگه دوست داشتین بیشتر راجع به این مطالب بدونید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و لایک هم یادتون نره.